بسم الله الرحمن الرحیم. سورة القدر مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا یقینا که ما الله متعال میگه با عظمت خود، با قدرت خود، با کبریا و جبروت خود انزلناه نازل کرده می قرآن عظیم شان را فی لیلة القدر، در شب قدر. و ما ادراک، و چه چیز دانان تو را ما لیلة القدر، که لیلة القدر چی هست؟ لیلة القدر، شب قدر، خیر من الف شهر، بهتر است از 1000 ماه عبادت. تنزل الملائکه و الروح، فرود میان یا نازل میشن در این شب ملائکه به زمین میان، و روح و جبریل امین علیه السلام به زمین میان، فیها در امی شب به اذن ربهم، به حکم پروردگارشان، من کل امر، از برای هر کاری که مکلف میشن و یا وظیفه داده میشن. سلام، سلامتی می باشد، هی در امی شب حتی تا مطلع الفجر، طلوع فجر صادق.